سلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهران مهربان و از جمله هواداران شبکه کاروان عمر و شبکه کاروان عمر خوش آمدید. اگر مایل نشود در زیر ویدیو لایک گذارید و حتما ابونه شدن را فراموش نکنید. این زمان بر همه ما و شما معلوم است، اگر مصیبت بر سر ما و شما آید البته نالیدن را سر میکنیم و حتی که فکر نمیکنیم که این مصیبت ها هم همه از جانب خداوند آمده است. اما صد افسوس عقل ما با این نمیرسد و همیشه خود را مقصر میدانیم. میگیم که چرا چنین شد و از این حالت ها که من خلاص میشده باشم. اما بار فکر نمیکنیم که خداوند یک نعمت بزرگی را برای ما داده است که میتوانیم با این نعمت بزرگش همه مشکلی ها را پس سر کنیم. این نعمت چی نعمت است؟ البته این سلامتی ما و شما هست که آزادانه میگردیم، آزاد صحبت میکنیم، آزاد میبینیم. صد شکر خدا، صد شکر خدا. اما بینید که ما مثل دیگران گوشهمان کر نیست، چشممان نابینا نیست، پای روان داریم. صد شکر. دستهمان کار میکند، زبانمان کار میکند، اما صد افسوس باز هم شکرانه نمیکنیم. از پس کارهایی میگردیم که خداوند از این کارهای ما راضی نیستند. اما همیشه شکر کنیم. و زمانی شده است که بعضی دختران برای به شوهر ماندنشان و شوهر نکردنشان در خواطر هستند. نام این زن را که شما میبینید نامش امینه هست. بینید که چشم و بینی ندارد. امینه عمر و حیات خود را در قشلاق خودش میگذراند و وقتی که به دنیا می آید در چهره او ابخیل پیدا می شود و آهسته آهسته با مورد زمان وقتی که بزرگ شدن گرفت خداوند این را به همین حالت رساند. همینطور سالها گذشت و این امینه باشد به شوهر برآمد و صاحب 2 فرزند هم شد. البته در عائله مسلمان که به دنیا آمده بود، وقتی به دنیا آمد او را دکترها گفتند بعد از چند سال این را اپراسیون کردن لازم. آنها که فقیر بودند ترسیدند و خداوند به همین حال رساند. البته این عبرت به هر یکی ما و شما شود و هر یکی زیبارویان و چهره‌های زیبا دارند به همانها شود که خداوند به هر کار قادر است. و شخصانی که چهره خوب ندارند و شخصانی که خودشان را میبینند که زیبا نیستند مقصر میدانند، البته شما شکرگزار باشید که خداوند از این بد نکند. چخیلی که شاعر گفت مخند بر صورتی کس که رسامش خداوند است.